شاید شما هم این تجربه رو در سازمان داشتید که به رغم وجود افراد شایسته، یه نفر کم استعداد و بی تجربه خودش رو لایق یه پست مهم یا مدیریتی میدونه. براتون سوال میشه چطور ممکنه؟ سال 1999 دیوید دانینگ و جاستین کروگر مجموعه آزمایش‌هایی تو دانشگاه کرنل انجام دادن. از دانشجویان خواسته شد که به سوالات مربوط به گرامر زبان انگلیسی و منطق پاسخ بدن. همزمان ازشون خواستن توانایی خودشون رو در هر یک از این زمینه‌ها ارزیابی کنن. یعنی خودشون بگن احتمال میدن چقدر از سوالات رو درست پاسخ دادن. روی توزیع نرمال افراد رو به چارک تقسیم کردن. چارک اول ضعیف‌ترین افراد و چارک چهارم توانمندترین. جالبه که گروه اول به طور متوسط 11% پاسخ دادن، اما عملکرد خودشون رو 60% پیش بینی کردن. چارک چهارم یا گروه قوی ترین عملکرد خودشون رو 85% اعلام کردن، اما 90% پاسخ صحیح داده بودن. در واقع افرادی که در پایین‌ترین سطح از مهارت قرار داشتن حدود توانایی خودشون رو 50% بیشتر از حد واقعی تخمین می‌زدن. این یکی از مهمترین پدیده‌های روانی که این روزها در حال مطالعه است. از پیامدهای شایع این گروه اول ضعیف، عدم پذیرش انتقاد، پرهیز از یادگیری از دیگران و خودشیفتگی که قاعدتاً عامل شکست بردن خودشون تیم و سازمان میشن. جنبندی علمی: افرادی که دانش و مهارت کمتری دارن به دلیل عدم آگاهی از نقاط ضعف خودشون توانایی خودشون رو بیش از حد تخمین میزنن. جنبندی حرفه‌ای: احمق‌ها اعتماد به نفس بالاتری دارن.